روزهای تاریکی بود. من در اولین برخوردم با کشورم شهر اهواز بود و آبادان بود. این در اهواز الان اون باشگاه راه آهن، زمان باشگاه انگلیسا بود. هیچ فراموش نمی کنم که اون روز این باشگاه نوشته بودن یه طرفش ورود برای ایرانی قدغن، یه طرفش هم ورود برای سگ بود. ما با سگ هم ردیف بودیم، ولی خب سگم بد چیزی نیست. در هر صورت ما اونطور بودیم. سوار ترن می شدیم، ما رو می داشتن توی یک واگن دیگری، خارجی در واگن دیگری. تهران می آمده همطور. کرج که می خواستیم بریم، کرج احتیاج به یک اجازه مخصوص داشتیم. شمال ایران که می خواستیم بریم اجازه مخصوص